شما الان ملاحظه کنید در عراق دارن چه میکنن، در سوریه چه میکنن. انتقام داعش رو از هشت شعبی دارن میگیرن، چون هشت شعبی وارد میدان شد، داعشی رو که اینا ساخته و پرداخته بودند زمینگیر کرد، ازاله کرد. اینا دارن در واقع انتقام او رو میگیرن، یه چیزی رو بهانه میکنن، به خاک عراق حمله میکنن، عده‌ای رو شهید میکنن. بنده به شدت، نه من فقط، هم من، دولت و ملت ایران به شدت این جنایت آمریکا رو محکوم میکنیم. حالا نکته قابل توجه اینه که وقتی از این حوادث برای آمریکایی ها پیش میاد که حالا ملاحظه میکنید در بغداد، در سراسر عراق در واقع هیجان ضد آمریکایی چقدره، وقتی از این قبیل قضایا پیش میاد، باز اون جناب توییت کرده یا سخنرانی میکنن یا توییت میکنن یا مقاله مینویسن که ما اینو از چشم ایران میبینیم، ایران دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید، ربطی به ایران نداره. ثانیاً منطقی باشید که نیستید. آمریکایی ها منطقی باشن، بفهمن که منطقی نیستن. مردم مناطق این کشورهای این منطقه از آمریکا متنفرند. اینو چرا نمیفهمن آمریکایی ها؟ شما آمریکایی ها در عراق جنایت کردید، در افغانستان جنایت کردید، آدم کشتید. در اوائل بعد از زوال صدام آمریکایی‌ها به وسیله دستگاه‌های خبیثی مثل بلک واتر و اینها شاید بیش از 1000 نفر دانشمند عراقی رو ترور کردند و کشتن و از بین بردند.